عقل لیکن یک علم دیگر بعد 10 سالها پیدا می شود در دکتران که این علمی که در علم قلبی یا علم دلی که علم حال یا که علم قلب میگویند عقل میگیم که حالت اعصاب سستیانی حالت مخصوصی معینه اون سخن خودش دارد. مثلا در تیب استفاده برده می شود و کسانی تجربه دارند به یک جوانان میگن می شود وقتی که عقل میگوید آسان است فلان فلان کار ولی فراست اون کس میگوید که نمی شود. مثلا استادان کسانی که این چیز رو میفهمند یا که برعکس جوانان میگن نمی شود ولی میگن کنید همون کار می شود. سودیه ها حکم ها ما نزد ما آمد 2 نفر حکمی که فراست خود را خواستند انکشاف دهند چرا که آنها از آن هراس داشتند که در حکم خطا نکنند. کار خیلی مشکل است و میگفتند که ما میبینیم دلیل ها رو میبینیم به هر حال باز یک چیزی حکمی هست یک فراست حکمی که آن هم در قانون های آنها درج شده بوده است تکیه میکنند با آن و کسانی آمدند که گویم که گفتگو و سر و کار دارند با جنایتکاران آنها هم همین فراستی قلبی خود را میخواستند درست کنند تا اینکه بفهمند که آیا آنها جنایتکار را درست دریافتند یا که نادرست به هر چند که بعضی دلیل های دیگری هم آنها را میداشت. متاسفانه در عالم جنایت هم بسیار جنایتکارا با فراست خود میدانند که جنایت آنها میشود یا که نمیشود. یعنی که در همه سمت این چیز استفاده برده میشد ولی بعضا آن رو به سمت های مثلا نادرست هم استفاده میبرند. ما میبینیم که بوکمیکرز که کنتورها هستند که آنها میخواهند که فراست همین علم رو در ورزش استفاده برند و البته رقابت بینی علم عقلی و علم فراستی همه وقت هست و علم حسی گویم که علم دیگری علمی که گویم که تجربه یا که علمی گویم که تخیلات همه اینها البته آن 20 فعالیتی که معنی سر میکند هر یکی آن دانش است و هر یکی آن در هر آدم انکشاف یافته است و ما چندین بار گفتیم که اکستراسنس های ما متاسفانه مرکز ندارند جای آموزش ندارند. آنها می توانند مراجعت کنند تا آنکه آنها رو ما درست‌تر و نخستر از این علم اکستراسنسوری بیاموزانیم خبر بدهیم که آن رو البته یعنی که در تیپ هم استفاده میبرند و هم در ساحه‌های گوناگونی دیگر ولی این معنا ندارد که افضلیت و برتریت این علم را ما نشان دهیم چون که همه دستاوردهای تکنولوژی حاضر ما داریم در اساس علمی عقلی که در اصل منطق قانون‌های طبیعت ساخته شده است ولی علم فراستی این بدونی یعنی که بگیم که بالاتر از بعضی قانون‌هایی هست که ما آنها را به خود قبول کرده ایم. واقعا چنین است و هر انسانی که هر موجود زنده حتی شاید رستنی‌ها هم داشته باشند فراست رو زیرا که حالت‌های مثل رستنی‌ها هستند که اگر یک آدم بعد با کیفیت جور به نزد آنها شد برگ‌های گل رست می‌شود. هنوز آدم نزدیک نشده است دستش نرسیده است ولی گل خودش رو حمایت میکند یا که در حضور آدمانی که مثلا انرژی منفی خراب کننده دارن این گل ها تیز پژمرده میشوند. یعنی این چیزهایی هستند که ما نمیبینیم ولی آنها عمل میکنند و این اصلا موضوع اینتویتسیا موضوع فراست یک خزینه کشف نشده است. حالا هر چیزی که ما گفتیم پاره از اون چیزهایی که تا امروز آمده است ولی هنوز یک نقطه تمت به این چیز گذاشته نشده است هنوز معین نشده است تا آخر بگوییم که این چیست. هر چیزی ما گفتیم نظریه دیگران رو به خاطر آوردیم ولی نمیخواستم همین رو با یک برگه تاکید کنم که هر یک موجود زنده در روی زمین این نعمت رو دارد این خزینه کشف نشده را در ضمیر خودش دارد و آن رو کشف کردن و آن رو رشد دادن کار بسیار خوب است خیلی زندگی ما رو آسان میکند و این امکان پذیر هم هست. ما درباره آنها گفتیم که این نعمت رو دارند ولی طرز استفادهشون نمیدونن مثلا اکستراسنس رو گفتیم درباره آنها بزرگای گفتیم که میدونستند داشتند و میتوانستند استفاده برند در نتیجه آدم انسانیت اثرهای بزرگی جاودانه آنها رو به دست گرفت و مثلا کشفیات دیگر بزرگی عالمان هم مثلا اتم با بزرگدار یاد دارم که میتونستن 24 ساعت ازشون نخیزن و بنویسن میگفتن چه خیلی بنویسید با یک کلکولاتور بستگی بود میگفتن که این کلکولاتور کار کلکولاتور نکرده است خودش اومده است من وظیفه من فقط نوشتن چیزهای خورده جابجا کردن
این کانال باز بود و ما هر کدام ما همین کارو میتوانیم کنیم. اگر نابغه هم نشویم در زندگی هر روزمون اشتباه همون کمتر میشود و اصول های چی میگن قوی کردن فراست هم چندان مشکل هم نیستن. من 3 اصول رو برای بینندگان میگم، اگر خواهش داشته باشن میتونن اونها رو استفاده برن. مثلا سکوت کردن، چند ساعت صحبت نکردن با کسی. میتونید از 1 ساعت سر کنید، بعد 2 ساعت کنید، در دوام 1 هفته 1 شبانه روز میتونید عموما گپ نزنید، نه با تلفن نه با آدمون. اگر حالت ضرور شد میتونید با پنجه هاتون بنویسید ولی صدا نبرارید. این همون دوره است که شما امکان میدهید که تمام قوه ها در داخل فعال شوند، زیرا توسط صحبت ما بسیار قوه ها رو بیرون میبراریم و امکان توجه داخلی کم میشود. این یک اصول خیلی ساده است. یا که در حالتی که من پیشتر گفتم، مثلا به یک سوالتون وقتی که جواب نمیابید، همون سوال رو یک طرف گذارید. جواب در باطن شما هست، یا که در اطراف هست، در نوسفر هست، با توسط این اون به شما اومده میرسد. سوال مشکلتون رو یک لحظه فراموش کنید، توکل به خدا کنید. شما میبینید که بعد 2 ساعت، بعد 1 روز، بعد 1 هفته جواب بهترین میاد، اون جوابی که در فکر شما نبود. روی حل مسئله حل میشود و زیرا همون کانال باز میشود. درست. مردم ما اینا میگن که دیلم گفت. بله. میتونن در حقیقت وقتی که فکر آرام میشد، پیش نظر آرام میشد، حسیات بدن برطرف میشد، انسان رو فراستش بیدار میشد. و اینکه همون چیزی که مردم ما دیل میگوین، دیلم گفت، دیلم گواهی میدهد، دیلم این خیلی گفته، مردم ما بسیار این کلمه را استفاده میبرند. ما امروز همچون متخصص گفته میتوانیم با شما که البته دل خود را باور کنید. باور کنید. این یکی از راه است که خیلی گفته شما اشتباه ها، مشکلات های شما رو برطرف میکند و در زندگی هر روزه خود آن را استفاده برید. پیش دکتر رفتن، پیش کسی رفتن، خبرگیری، یا که در اداره دولت، یا که در اداره کارخانه و آن کارهایی که شما میکنید، بدون آن دانش هایی که دارید میتوانید علمی فراست، یعنی قلب و دل خود را هم استفاده برید که آن اگر وقتی فکر آرام است، پیش نظر تازه است و حسیات خاموش است، درست و عمیق اطلاعات میدهد. بله. فقط یک چیز دیگر رو میخواستم در آخر برای شما بگویم، چون وقتی برنامه‌مون به آخر رسید. بین ترس های باطنی و فراست یک مانندی هست. بعضن آدمان ترس های باطنی رو با فراست آمیخته میکنند و قرار نادرست قبول میکنند. وقتی که ترس است اونجا روشنی نیست. ترس هم بیمار میشه. بله. و جایی که فراست است اونجا حتما روشنی است، یک کسی آرامی پیدا میشه. اینقدر فرقی خیلی روشن داره که در حالتهای سراسیمگی، در حالتهای عادی ما میتونیم اون رو معین کنیم. با شک نمیاره. بله. وقتی این اطلاعات میبیاد، شک و دودلگی نیست. بله بله. یعنی ما که دارای اینتویسیون هستیم، دارای فراست هستیم، ما که انسان هستیم، بهترین موجود خداوند در روی زمین هستیم، ما وظیفه دار هستیم که از این نعمت استفاده بریم. و در اینجا برنامه ما به انجام میرسد. با همه شما فراست روشن، روزگار آباد تمنا داریم. تا برنامه دیگر در تلویزیون سفینه با ما باشید.